بریم که یک جمع‌بندی اساسی از مباحث پایه داشته باشیم. بچه‌ها اگه میخواید تو زبان انگلیسی جمله بندیتون قوی بشه باید یه ساختار رو خیلی خوب یاد بگیرید و اون ساختار چیه؟ اینکه فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی و مفعول به ترتیب در جمله میان. یعنی اول فاعل میاد، بعد فعل کمکی، بعد فعل اصلی، بعد مفعول. فقط یه نکته داره، این که فعل کمکی میتونه بیاد میتونه نیاد. I go میشه من رفتم. I can go من میتونم برم. این تا جمله رو نگاه کنید. I go I can go. تو جمله اولی فعل کمکی نیومده، تو جمله دومی هم فعل کمکی اومده، ولی از لحاظ معنا هیچ تغییری ایجاد نکرده، فقط معنای جمله رو شفافتر کرده. پس فعل کمکی تو این ساختار میتونه باشه میتونه نباشه. پس اولین چیزی که تو این ساختار باید یاد بگیریم فاعله. فاعل یعنی کسی یا چیزی که یک کاری رو انجام داده. مثلا میگه علی نهار خورد. کی نهار خورد؟ علی. من شما رو درس میدم. کی درس میده؟ من. پس اگه میخواید بفهمید فاعل جمله کیه بپرسید چه کسی اون کار رو انجام میده یا چه چیزی اون کار رو انجام میده، جوابش میشه فاعل. همین الان من بهتون گفتم چی؟ علی نهار خورد، او نهار خورد. فاعل یکیش علیه، فاعل یک دیگهش اوه. چرا اینو گفتم؟ که بدونید فاعل هم میتونه به صورت اسم بیاد و هم میتونه به صورت ضمیر بیاد. اون ضمایری که جای اسم قرار میگیرن میشن ضمایر فاعلی. حالا ضمایر فاعلی چیه؟ آی به معنای من، یو به معنای تو، هی به معنای اوی پسر، شی به معنای اوی دختر، ایت به معنای آن، وی به معنای ما، یو به معنای شما و زی به معنای آنها. ما دو تا یو میبینیم، یکی معنای تو میده یکی معنای شما میده. خب کی بفهمیم تو کی بفهمیم شما؟ باید متن رو ترجمه که بکنی خودکار با توجه به بقیه متن متوجه میشی که معنای تو میده یا معنای شما. و یه نکته دیگه که داریم اون ایت است. ایت به معنای آن جای چه چیزایی قرار میگیره؟ برای بیان آب و هوا، بیان ساعت، بیان مسافت، اینکه بخوایم به حیوانات اشاره کنیم، برای اینا از ایت استفاده میکنیم. خب ما الان ضمایر فعالی رو خوندیم، فهمیدیم که آی، یو، هی، شی، ایت، وی، یو و زی ضمیر فعالی هستن و جای فاعل قرار میگیرن. دیگه باید چی یاد بگیریم؟ اینکه ام و ایز و آر با این ضمایر چجوری قرار میگیرن، معناشون چیه، واز و ور چجوری باهاشون میان، هوا هست و هر چجوری باهاشون میاد. خب اول همه ام، ایز، آر. آی ام من هستم، یو آر تو هستی، هی ایز اوی پسر هست، شی ایز اوی دختر هست و ایت ایز آن هست، وی آر ما هستیم، زی آر آنها هستن. همونطوری که متوجه شدین ام ایز آر به معنای بودن و وجود داشتن در زمان حاله. خب حالا واز و ور رو میخوایم ببینیم. واز، آی واز من بودم، من در زمان گذشته بودم. یو ور تو بودی. هی واز او بود. شی واز او بود. ایت واز آن بود. وی ور ما بودیم. they were آنها بودند. همین که متوجه شدید که واز و ور به معنای بودن و وجود داشتن در زمان گذشته است. پس ام ایز آر بودن و وجود داشتن در زمان حاله و واز و ور بودن و وجود داشتن در زمان گذشته. بین اینا اونایی که تو مکالمه خیلی رایجه که I am، I was، you are، you were، اینا رو خوب یاد بگیرید. خب have و has به معنای داشتن. I have من دارم، you have تو داری، he has او دارد، she has او دارد، it has آن دارد، we have ما داریم،
they have آنها دارند. پس have و has به معنای داشتن در زمان حاله که has برای سوم شخص قرار میگیره، یعنی برای he، she و it قرار میگیره. نگاه کنید هر چیزی که is بگیره has میگیره، بقیه کلن have میگیرن. مثلا he، she، it is میگیره پس has میگیره، بقیه کلن have میگیره. خب had I had من داشتم، you had تو داشتی، he had او داشت، she had او داشت، it had آن داشت، we had ما داشتیم، they had آنها داشتند. نگاه، پس have و has داشتن در زمان حاله، had داشتن در زمان گذشته است. خب اگه بخوام یه جمع‌بندی بگیم بعد چند تا نکته بگیم که خیلی مهمه، اولیش اینه که am is are وجود داشتن در زمان حال، was و were وجود داشتن و بودن در زمان گذشته است، have و has داشتن در زمان حال و had داشتن در زمان گذشته است. برای تمامی ضمایر had به کار ببرید. این یک. دوما have این ضمایر یعنی am is are was were have has had اگه به تنهایی تو جمله به کار برن، یعنی خودشون هم فعل جمله باشن، تنها فعل جمله باشن، هم فعل کمکی هستن هم فعل اصلی، ولی اگه بعد اونها یه فعل دیگه به کار بره اینا 100% فعل کمکی هستن. خب اینو چرا گفتم؟ که بدونید اگه به تنهایی به تو جمله به کار رفتن، اگه بیاریشون اول جمله سوالی میشه، اگه بعدشون نات بذاری جمله منفی میشه. مثلا I am a student من هستم یک دانش آموز. سوالی کن am I a student، اما آوردم اول جمله. آیا من یک دانش آموز هستم؟ منفی کن I am not a student من یک دانش آموز نیستم. یا مثلا I have a car من یه ماشین داشتم. سوالی کن have I a car آیا من یه ماشین داشتم؟ منفی کن I have not a car. پس ما فهمیدیم که سوالی کردن و منفی کردن در زبان انگلیسی به وسیله افعال کمکیه. اگه اینها به تنهایی در جمله به کار برن، هم فعل کمکی هن هم فعل اصلی، اگه بعدشون یه فعل دیگه به کار بره 100% فعل کمکی هستن. برای سوالی کردن am is are was were have و has و had رو میاریم اول جمله سوالی میشه، اگه بعدشون not به کار ببریم جمله منفی میشه. خب این از سوالی کردن و منفی کردن جملات. و یه نکته دیگه که خیلی مهمه اونم اینه که من الان گفتم I am من هستم a student یک دانش آموز. I was a student من یک دانش آموز بودم. پس am و is و are به معنای وجود داشتن و بودن در زمان حال و was و were به معنای وجود داشتن و بودن در زمان گذشته است. خب نکات have و has و had رو براتون بگیم. have و has و had اگه بعدشون اسم کار ببره به معنای داشتنه. I have a bicycle من یه ماشین دارم. اگه بعد have has و had یه فعل دیگه به کار بره خودشونو هیچ وقت ترجمه نکنید. مثلا میگه I have studied English من انگلیسی مطالعه کردم. have و has و had رو ترجمه نمی کنن که وقتی که بعد اونها یه فعل دیگه به کار بره. این یک. دو have has و had هر موقع بعدشون یک ماده خوراکی به کار بره معنای خوردن میده. مثلا میگه I have a sandwich من یک ساندویچ خوردم. She had a ice cream او یک بستنی خورد. She had a chocolate او یک شکلات خورد تو زمان گذشته. پس have has had هر موقع بعدشون ماده خوراکی بیاد معنای خوردن در زمان گذشته میده. و اینکه have has had هر موقع بعد اونها تو بیاد have to has to had to به معنای مجبور بودنه. I have to study English من مجبورم انگلیسی مطالعه کنم. خب پس به طور کلی بخوایم جمع‌بندی بزنیم ضمایر فاعلی I, you, he, she, it, we, you و they هستن که جای فاعل قرار میگیرن. am is are به معنای بودن و وجود داشتن در زمان حال،
واز و ور به معنای بودن و وجود داشتن در زمان گذشته است. have و has داشتن در زمان حال، had داشتن در زمان گذشته است. اگه این افعال به تنهایی در جمله به کار برن، هم فعل کمکی هم فعل اصلی، اگه بعد اونها فعلی به کار بره، فعل کمکی و خودشون ترجمه نمیشوند. اگه بخوایم سوالی کنیم اینا رو میاریم اول جمله، اگه بخوایم منفی کنیم بعد اینها نات به کار ببریم. have و has و had هر موقعی که بعدشون ماده خوراکی بیاد معنای خوردن میده و هر موقعی که بعدش تو بیاد معنای مجبور بودن میده. این میشه یه بخش عظیم و به شدت مهمی از انگلیسی پایه که امیدوارم با توضیحات کامل من دیگه بلدش باشید.